روزها فکری من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدنم بهر چی بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا چی بوده است مرا دعوی از این ساختنم. آنچه از عالم علوی است من آن میگویم، رخت بربسته برانم که بدانجا فکنم. یا مرا بر دری جمخانه آن شه ببرید که خمار من از آنجاست همانجا شکنم. خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بال بزنم. خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر و کویش پر و بال بزنم. کیست آن گوش که او می شنود آوازم؟ یا کدام است سخنی می کند اندر دهنم؟ کیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ یا چه شخصی است نگویی که منش پیرهنم؟ تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم، نفس دم نزنم، مگی وصلش بکشان تا در زندان ابد، از سری عربده مستانه به هم در شکنم. نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. در میان من و عاشق همین است حجاب، وقتی آن است که این پرده به یک سو فکنم. پیرهن می بدرم دم بدم از غایتی شوق، پیرهن می بدرم دم بدم از غایت شوق، که وجودم همه او گشت و من آن پیرهنم. که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم. بیش از این قالب مردار چه کار است مرا؟ نیستم زاغ و زغن، طوطی شیرین سخنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفس ساختن از بدنم. ای نسیمی سحری، ای نسیمی سحری، بوی وصالش به من آر، تا من از شوق قفس را همه در هم شکنم.